ایستید. شما چی کار میکنید؟ این دختر از تشکیلات است دکتر. من او رو میشناسم. او هم کرسی من است. از تشکیلات گرفته با من پناه جست. برای همه کارهایش پشیمان است. اگر تو این طور گویی راست است دکتر. سلیمه خواهر همان کمدان کشته شده است. برای انتقام اکم را گرفتن از تشکیلات گریختم. یعنی از تشکیلات انتقام گرفتن میخواهی؟ اکنون برای آن قاتلان را کشتن زندگی میکنم. سلیمه من میخواهم که تو تسلیم شوی. نه دکتر، تسلیم نشود. مادام دشمنی تشکیلات است و آنها را نیست کردن میخواهد، او از ماست. اگر از تشکیلات انتقام گرفتن خواهی، همراهی ما باش. با قرارگاهی تشکیلات برگرد. برای ما جاسوسی کن تا ما قلعه را از درون فتح کنیم، تا ما آن بدینان را نیست کنیم. حضرتم این کار خیلی خطرناک است. این کار رو سلیمه کردن نمیتواند. میتوانم. سلیمه تو خطا میکنی. آخر تو سلاحدار نیستی، تو دکتر هستی. هرچی باشد فرق ندارد. همش رو میکنم. خون یکم در زمین نماند بس. برای این دختر یک تلفن و سلاح آماده کن. جبار با چشم. بیا دخترم، با تو نشسته حساب کنیم. مالها را با عبدالله ابله سپاریده. حیف شما، این چه خدکار است اینان؟ راست میگوید قماندان. اگر آن ملا را نکشم و خدا نام من سینان نباشد. خوب شده است قماندان، خوب شده است. ای باطن، این قماندان مرا خیلی جنجال کرد. گپی ناگفته‌اش نماند. اگر این عبداللهی به ناموس را نکشیم میسوزیم. براستی میسوزیم. باطن قماندان، باطن قماندان، باطن قماندان. چی میخواهی؟ من با کی گپ میزنم؟ آخر قماندان ها مرا لخت و پاره کردن. یک دنیا مشکلی داریم. من با کی گپ میزنم؟ معلوم میشود که فکری تو حال هم در یوردوز است. با من خلل نرسان سینان. تو آن خائن را فراموش کن باطن قماندان. خلل نرسان سینان. خطا میکنی سلیمه. تو رو که ها خائن اعلام کردم. اگر با قرارگاه برگردی تو رو زنده نمیگذارند. با من چیزی نمیشود. خواطر نشو طاهر. چی طور باور کرده میتوانی ها؟ باطن مرا دوست میدارد. با من ضرر نمیرساند. و دیگران همونی هم میشود. همانها را نیز کردن زیاد دوام نمیکند. در مدتی کوتاه از آنها خلاص میشود. باید تسلیم شوی. از عفو استفاده کرده برای خودت حیاتی نوی آغاز میکنی. صاحب عائله میشوی. اکنون دیر شد طاهر. خودت رو احتیاط کن.
خدا نگهبانت سلیمه. کاش من از اول مثل تو ایمان می آوردم. شاید زندگیم دیگر می شد. خوب شد که آمدی. چی شد؟ آن سلاحداری پلیس بعد از رفتنی تو همه جا را پریشان کرده است. رحمان و بیردی را عذاب داده است. دیلو به آنجا رفت. کشاید به حضرت سیدا را کشاید. خدا شفا دهد برادران. خدا رحمت کند. سیدا ما را محو کردند. خانه ما را ویران کردند. خدا را خسته نکن برادر. از همش خبر دارم. آن سگ دولت، آن ظالم شما را عذاب داده است. باز چی گویم؟ همه تان دیده این دولت بدین مردم دیندار را اذیت می‌دهد. از این دولت ظالم تنها یک راه خلاصی داریم، آن هم دولت مسلمانی تشکیل کردن است. انشالله راست بگوید حضرت، راست بگوید. اجازه دید. دیلا احوالات چطور است؟ احوالشون بد است آقای طاهر. دکتر، این کاری همان دولتی است که تو خوبش میگویی و مردم ظلم میکنن. تو باز آنها را محافظت میکنی. همش معلوم است دکتر، به دولت اجازت نمیدیم، دیگر اجازت نمیدیم که به این مظلوم ها دست رساند. بیایید کمک کنید، ما نقطه طبی میبریم. کنی زودتر کمک کنید، زودتر. بیایید کنی با این طرف زودتر. باتن تو برای چی زیغ میشوی؟ باتن بیا، این هم آن دختر تو رو دوست نمیداشته. رو از پیشم سینون. تو خواطر نشو. به این هم وقتی با آن حریف حساب و کتاب کردنمان رسید. با این راه انتخام یلدز را هم میگیریم. جناب کماندو، چه؟ لابدار آمدن یلدز را خبر داد. چه؟ یعنی او را نکشتند؟ خیلی خوب شد. حساب جنگاور را جنگاور میدهد. همینطور نباتن جنگاور میدهد. بیا گفتم بیا. وای دویدنی گوی سالا تا کدان گفتن.
بناموس. خانین را محافظت میکنی باتان. پیش از قتل او را گوش کنیم. چرا گریختی یلدوز؟ بعد از شکنجه های زیادی کشتنی اکم رو دیدم بودم. از شما نفرت کردم، برای همین گریختم. میدانیم که با آبی کلان به نزد دکتر رفتی. بله، رفتم. چرا برگشتی یلدوز؟ خطا کردم، به احساسات داده شدم، اما من جنگاورم. خطایی کردم رو فهمیدم و برگشتم. با آدمانی عبدالله چیکار کردی یلدوز؟ از تشکیلات بودنم رو فهمیدند. مرا کشتن میخواستند، اما طاهر نجاتم داد. آنها دیدید؟ همش را کشاد و روشن نقل کرد. در این کار خیانت نیست. اکنون ما با او باور میکنیم جاسوسی نکردنش را از کجا میدانی باتان؟ من به چیزی باور کردم خیانت نمیکنم. من سربازی دعوایم هستم. اگر یک بار دیگر تکرار کنی میکشم. نمیکنم بابا. یک طرفی است. مادام برگشتی، مادام دعوای سربازی داری، از این پس چون دکتر نیو همچون جنگاور می جنگی. فهما؟ می جنگم سینان قماندان. وظیفه اولینت باشد کشتنی آن ملای ابله عبدالله می شود. فهما؟ این کار یلدوز نیست. اگر در تشکیلات ماندن خواهد اجرا میکند با تن قماندان. میکنم. عبدالله رو میکشم. خب آفرین، همه از پای کار شده. مشق کنید. یعنی زودتر از پای کار. از پای کار گفتم. زودتر. همه‌اش موافق خواهشمان رفت ایستاده است سردارم. با خدا چتین از یک طرف، من از طرف دیگر، مردم همه گرنگ شدند. از ده ترکیش را انتظارم. باید مردم تقسیم شوند. می شوند. به نزدیکی می شوند. همه‌شان گوش به قمارند. همه به هر طرف می روند. مردم تقسیم می شوند. خدا شفایت. خدا شفایت. تشکر. خدا شفایت برادر. خدا شفایت. خدا از شما راضی باشد دکتر. خدا شفایت. برای فرهاد بسیار کوشش کردید. شاید تو را دیگر نبینم. حقت را حلال کن دکتر. بخیر است. با کجا می روید؟ ما همه رویم. و خدا کجایی که بخوف باشد همانجا می رویم. شما به شهر می روید؟ چونانه که حضرت سعیدا گفتند از بدنان دورتر به جایی که نه دست دولت و نه تشکیلات نمی رسد یک دیه بوده است. من اهل و عائله‌ام را با آنجا می برم. در جایی که پسرم را کشتند ایستاده نمی توانم. تو چه ها میگویی پسرم؟ با کجا می روی؟
شنیدید پدر؟ فرهادم را گنانیده میروم. استو پسرم، خانه‌ات رو ترک نکن. چخل کوچیدن، خانم رو ویران کردن، آیلم رو پریشان ساختن. اکا با خود بیا. با کجا میروید؟ این غم ها برایمون بسنده است. با خدا اگر روی پدرم میمورم. اکا بس است اکنون مرا به حالم گذارید. مهربان گفتم نه از پس مایه و نمانی اشوید. ای بی ایمان های خانم رو خراب کرده، روزی خوبی رو نبینه. بیایید پدرجان، بیایید کاری خوب میکنم. من هم همراه او میروم. پسرم این چه خیلی گپ است؟ مگر اینجا دهه مسلمانان نیست؟ حالا احوالم رو دیدید. ما را پریشان کردند، از آدمگری هم بر آمدند. ای خدا، با شما چی شده است آخه؟ چیکار کنم دکتر؟ اما از پس درد خودش جانش را رها میکند. همینطور نه؟ رفته؟ شما نروید. البته یگان ایلاجش رو میابیم. نکنید. ما مثل پیشتر با قوت نیستیم، اما همش خوب میشود. بخیر گردونم میروید. خدا نگهبان. آن ظالم ها مردم را پراکنده کردند. کی در اینجا میماند؟ همه به هر طرف رفتند. دلا، من کمی سر میکنم. معنیش آقای طاهر. برای مردمی ده غم میخورند. چیکار کند دخترم؟ چیکار کردنمان را نمیدونیم. برادر با برادر جنگ میکند. سلیمه، سلیمه، سلیمه ایستا، ایستا. چی شد؟ برگشتی؟ چی شد سلیمه؟ چرا گم نمیزنی؟ با اینجا برای کشتن عبدالله اومدم. سلیمه تو چی ها میگویی؟ شرطی باز به تشکیلات در اومدنم همین است توهی. سلیمه تو دیوانه شده ای. آدمان عبدالله تو را پاره پاره میکنن. سلیمه ایستا. سلیمه تو چیکار میکنی؟ مجبورم توهی. اگر از تشکیلات برایم اون قتلان رو یافته نمیتوانم. سلیمه به خود بیا. برای انتخاب اکم هر کار لازم باید میکنم. سلیمه ایستا، ایستا به خود بیا. سرده. سلیمه، سرده. سلیمه. سرده مرا گفتم. سرده. سلیمه.
معلوم نیست که مواد مخدر تا کی در دست ما میماند. با دقت باش جبار، تا خبر فرستادنشان مالها باید احتیاط کنیم. مالها را در جای هر وقت پنهان کردیم، در اوغیلند. به فکر کسی هم نمی آید. غیر از این در نزد در پاسبان گذاشتم. السلام علیکم حضرت سیدا. و علیکم السلام. آقای درسون خوش آمدی. خوش باشید. این پسر کیست درسون؟ این پسر در محله که من امامتی میکنم زندگی میکند. نامش بحری. چند روز باز به نزد حضرت سیدا روی میگفت. براستی آقای بحری، کنی به من گوی چی درد داری؟ من با شما خدمت کردن میخوام حضرت سیدو. اگر اجازه دهید من هم سرباز شده در پهلوی شما میستم. تو را میفهمم، لیکن تو حالا خورد هستی. تو قوت سرباز شدن را نداری. اول رفته کلان شو بعد بیا. با دستگیری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، دلیر خیریدین کنسرت نوبتی خش را برپا میکند. کاخ جامی 1 یول ساعت 16. دلیر خیریدین با سرودهای نوی خود. این کنسرت زیر عنوان آهسته بیا برگزار میگردد. تلفن ها 985 48 55 33 و 918 53 33 06. در آنجا یک سیلادار هست. در آنجا کی؟ ایست. در جایت ایست. سعیدو! سعیدو! ایست گفتم. کافر! کافر! نگهبانا زود باشد! او را دستگیر کنید! کافر را کشید! کرده! کشید! کشید! کافر! کافر! از پسم حسن طاهر. من آنها را بگر میگیرم، تو باشی به نزد مادرم رفتم، مرا در آنجا انتظار شد. فهمه؟ به این طرف زودتر. دکتر یک زنی سلاحدار را ندیدی؟ با آن طرف رفت. دمت او را دستگیر کنید زودتر. چی شد جبار؟ دختری تشکیلات قصد جان سعیدا را کرد. تو زخم دار شدی؟ لعنتی منو پراند. در آنجا لوازمات طبی هست؟ هست. بیا رفتیم زودتر. دست رو بینم کردی. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر است بابا، با کجا میروی؟ پسری رئیس دهه کارالی هلاک شده است، با آنجا به جنازه میروم. نه خب، بیچاره حالا جوان بود، یعنی هلاک شده است. خدا او را رحمت کند، به نزدیکانش صبر دهد. من هم بگاه میروم. خیر روی سفر. بله سلامت باشید. او چی را فکر میکند؟ دختر یلدوز را فکر میکند سینان. احمق، از روزی که یلدوز رفت او عقلش خورده است.
یولدوز رو با سوی مرگ فرستادم سینان. اگر عبدالله رو کشته میتوانست تو حاضر باید برمیگشت. رفته بینم باز دستگیر نشده باشد. میکشد باتن. اگر دوباره به نزد من آمدن خواهد میکشد. سلاحداری اصیل بودنش را اثبات میکند. اگر او را نکشته با بازشگاه برگردد، دانسته باش که در پیش چشمانم من او را میکشم باتن. آمین. خدا رحمت خدا من با شما صبر می‌کنم. جوانی خدا از شما خدا صبر جمیل پدر در کجا بگردی دخترم؟ خانه‌ام را سوزاندن. گریه نکنید پدر، خواهش میکنم گریه نکنید. جسد را آوردم، گفتن پسرت شهید نشده است. این چی خیلی کار از دخترم؟ خودت گوی این چگونه تو آمده است؟ پدر کسی چیزی میگوید اعصاب ور نکنید. اکرم شهید شد، راحت باشید. من انتقامش رو میگیرم از آدمانی که این کارو کردن. حساب میپرسم. از من رضا باشید پدر. سلیما دخترم برام. سلیما پدر نمیتوانم، باید روم. سلیما دخترم نرو. سلیما از روی تو شده به یک سلاحدار باور کردم. کاری کرده ای کافر رابین. این چی کاری کرده بود دکتر؟ نمیدونم. وقتی از اینجا رفتن گفت که با شما مرید شدن میخواهد، لیکن به فکری من حتما یگان نقشه دارد. با سلیمه صحبت نکرده هیچ چیز گفته نمیتوانم. غیر از این در مرافعه ها جنایتکار حقوق حمایه خود را دارد. حاجت به گپ زدن نیست. چی خیل بودنی آن کافر معلوم گشت. این گونه آدمان حق و حقوق را نمیفهمند. چی خیل بودنی آن کافر معلوم گشت. از دین رو گردانده است، جاسوس است. قتل او واجب است. کنی بیا بینم.
درد میکند؟ نه چخیل درد با جوان مرد یگان چیز نمیشود. هیچ گپ نه. جوان مرد است. آفرین به تو، مرا نجات دادی. به تو هم آفرین درسون، جنگاوری خوب تربیه کرده. استغفرالله حضرتم. بله، در حقیقت جوانی ناترس بوده است. با عائلت خبر دهیم آماده تو را برند. پدر و مادرت در کجایند؟ مادرم در دهه است. پدرم باشد شهید شده است. با خواست خدا من هم مثل او بر ضد سلاحداران مبارزه میبرم. لازم شود من هم شهید میشوم. پدرت بیشتر از بحری. تو هم باید به مانند پدرت در راه خدا بجنگی و قصد پدرت را بگیری. میگیرم انشالله حضرت سیدا. فقط شما امر نموید خلاص. با اجازهتون من اکنون به دهه‌ام برمیگردم. آن منافق سلاحدار از پست است. در این وقت نرفت دختر. امشب در اینجا همراه ما بمان. لازم نیست. شما کاری از دستتان آماده را کردید. به خانه رفتن میخواهم. مادر و خواهرم در خانه تنهایند. آنها را نباید تنها گذارم. دادر جان، من پسرم رو میکابم. نامش بحری. همراه آقای درسون به اینجا آمده بود. بله پدرم اینجاست، در نزد حضرت سیدا. مرحمت گذارید. از این پس اینجا خانه تو حساب می شود بحری. به خواست خدا تو را سرباز میکنیم. برای دین و ایمانت مبارزه خواهی برد. لازم شود در راه خدا میمیری و میکشی. حضرت سیدا، قربانتان شوم. او حالا کودک است. سخنان شما را درک نمی کند. از برای خدا او را سرباز نکنید. خواهش میکنم حضرت، قربانتان شوم. شهادا پی زلیخا، با حضرت سیدا روبرو شدن عیب است. شما زن هستید آخر. این زن را از اینجا برار درسون. حاضر حضرتم برایت. شد مادر بید رفتیم. تو با این گناه آدمون چی کار میکنی؟ یک به احوالت نگر که تو رو به این حال در آورد. شد مادر چیزی نیست. در نزد حضرت عیب میشود. بید رفتیم. آقای درسون، کودک را خوب تربیه کن. به ما فایده زیاد می آورد. با مادرش هم صحبت کن که دیگر به اینجا نآید. خوب شده است. مرا در نزد حضرت سیدا شرمنده کرده. بحری است. به کجا می روی؟ مرا سر دهید. من دیگر کودک نیستم. قربانت شوم. تو حالا کودک هستی. تو باید مکتب خوانی. اگر پدرت زنده می بود او هم همین رو می خواست. اگر پدرم زنده می بود از رفتار شما شرم می داشت. مرا شرمنده کرده. بحری، مادرت را نرنجان. شما را بدپه. ما آهسته آهسته از پستان می آییم. مادرت را نرنجان. حضرت سیدا تو را دوست داشته است. حالا باشد رو از مادرت بخشش پرس. حضرت سیدا به تو یک وظیفه مهم می دهد.
ایستا با تو گفتم. آرام شو. این منم دکتر یلدوز. با سینان گوی که وظیفه‌اش رو اجرا کرده. سینان کماندان تو رو انتظار است. راه گرد. یا کاری خطا نکن. راه گرد. بسیار فکر نکن باتن کماندان. دعا کن که عبدالله او را کشته باشد وگرنه مجبور میشوی که او را تو کشی. تو دکتر یلدوز میآید. دکتر یلدوز میآید. سلاحت را یک طرف کن. خوب هستی یلدوز؟ خوبم باتن. عبدالله را کشتی یلدوز؟ چرا خاموشی یلدوز؟ او را به قتل رساندی؟ به حجرش در آمدم اما او رو کشته نتوانستم. همش فهمو، یعنی نکشتی. چی کار میکنی سینان؟ یلدوز را چرا نکشتیم؟ باید آن منافق را به قتل میرساند. شرطمان همین بود. نکشته باید بر نمیگشت. کوشش کردم اما نتوانستم. خبردار شدن به زور گریختم. چطور با تو باور کنیم ها؟ از کجا میدانیم که ما را فریب نمیکنی ها؟ سینان مان او خائن است. جزایش را باید بیند. او را میکشم باتن. دستی خالی ناومدم سینان. از عبدالله جای مواد مخدرمان رو فهمیدم. سینان این رو یک طرف گذار. خودت شنیدی یلدوز کاری خوبی انجام داده است. با تو از مرگ عبدالله هم چیزی بهتری آورد. با این راه مالهای از دست داده امان را میگیریم. مادامی که جای مالها را میدانی با تو یک امکانت آخرین میدیم. رفته مالها را بیار. این امکانی آخرین است. اگر از اودش برای خوب نه برای رحم نمی کنم. فکری خوب سینان. تو دیوانه شده سینان. او را میشناسم. اگر یلدوز با مقابل آنها برایت میمورد. اگر بیمیرد دیگر چی علاج؟ اما اگر مالها را گرفته بیارد به صفمان یک جنگاوری با تجربه همراه می شود. همینطور نه یلدوز؟ رفتم مالها رو میارم سینان. خوب به تو 5 ساعت وقت. اگر در 5 ساعت بر نگردی در کجای نباشی من تو را یافته میکشم. فهمیدی؟ میکشم. فهمیدی؟ خوب شده سینان قماندان. بیراو او را دیده و دانسته به مرگ روان کردی. به مرگ نه، به وظیفه روان کردم. این یک امتحان است باتن کماندان. یلدوز خائن است. تا اثبات شدنی صداقتش خائن میماند. تو مهری به او داشتم رو میدانی. اگر با او یگان چیز شود احوال همشیر دیلا خوب نمی شود. دانسته باش. کسی به او دست نمی رساند. اجازت نمی دیم. عبدو خیلی سر و سیما بود. با خدا اکنون رفته به قزبان میگوید که بگاه به خوزگاریت میوییم.
کنی بینیم انشالله همش بخیر میشه. انشالله. میدونی من قزبان و الدو رو به هم دیگر موافق میبینم. قزبان الدو تو در اینجا چیکار میکنی؟ اگر پدرم ببیند تو رو میکشد. نه نترس، من از یه چیزا میترسم. خدا دیدی که قزبان چرا میترسی؟ اومده تو رو ادابری از پدرت خواستگاری بکنم. آخر دفعه گذشته شد مگر اینطور میشود؟ آخر در بین رو او هم راست میگوید. اگر من هم میشدم با شخصی که در سر رو دکتر خواستگاری میکنند اهمیت نمیدم. همین طبعه درست میگی. اگر من هم باشم دکتر رو نمیدیم. خیرت چی میشود؟ چی میشه؟ همرو هم کلول های ده رو بگیرم، یک قطی شیرینی بگیرم، بگه آمده تو رو خواستگاری بکنم. پدرت باشد مادود است ادم تو رو با من بگیرم. آمده تو رو خواستگاری میکنم، خواستم تو رو خبردار سازم. تو هم تیاری بیده برای چیزا شمایش یو مایلش ای جانمه قزبانمه نوری در چشمانمه ای وعده بوده که میشه مانمه قزبانمه ای جانمه نوری در چشمانمه ای جانمه نوری در چشمانمه بکنمه قزبانمه ای جانمه زنگ‌های دلگیر کننده رو با سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم ای خدا ترکی پسم ای خدا از آچه شدو مشدو دوری زمانو زمان سلامت بادا جانو دل من فدای نامت بادا گریفتارم و چشمانی سیاها تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده میده با خوشت بگوشی تو منیرم خاک آمده ما